حوادث طبیعی کدام است؟ الف از طبقه آخر به اول، ب از نزدیکترین اتاق به راه پله اضطرار، جیم نزدیکترین اتاق به درب خروج با اولویت افراد سالمند و خردسال. بزنه جیم. بعد از بروز حوادث مهمترین کاری که باید انجام داد چیست؟ الف تجمع در محل امن و آمارگیری برای اسکان، ب کمک به افراد گرفتار شده به روش صحیح، جیم رفتن به اردوگاه‌های اسکان اضطراری. بزنه الف. بسیار خب قسم در میارم سوالاتتون شروع میشه. آماده؟ دستا رو باز، قشنگ کاملا باز. بعد از بروز حوادث مهمترین کاری که باید انجام داد چیست؟ الف تجمع در محل امن و آمارگیری برای اسکان، ب کمک به افراد گرفتار شده به روش صحیح، جیم رفتن به اردوگاه‌های اسکان اضطراری. گزینه الف. اصول تخلیه در ساختمان‌های بالای 4 طبقه در زمان حوادث طبیعی کدام یک است؟ الف از طبقه آخر به اول، ب از نزدیکترین اتاق به راه پله اضطرار، جیم از نزدیکترین اتاق به درب خروج